یه جایی دعوت شدم 10 شب منبر برم. یکی از این کسانی که پای منبر من بود آمد گفت که حاج آقا چرا شما این موضوع رو مطرح کردید؟ گفتم چرا؟ گفت شما کاش راجع به نماز صحبت می‌کردید. گفتم چرا؟ گفت من خانومم 7 سال نماز نمی‌خونه. اینو راضی کردم پای منبر شما بیارم به هوایی که شما راجع به نماز صحبت کنید. این عوض بشه نماز خون بشه، شروع کنه نماز خوندن. بهش گفتم حالا که موضوع بحث گفتیم ولی ما منبریا بلدیم چیکار کنیم. تو هر وقت خانم تو آوردی رفت تو خانوما نشست دم در یه اشاره‌ای به ما بکن، من موضوع بحث عوض میکنم. میگم ایشون تمام این شب‌ها میومد دم در که میرسید اشاره میکرد که خانم رفت تو خانوما. میگفت من هر جای بحث بودم میگفتم و اما نماز. بحث عوض میکردم راجع به نماز. گفت روز آخر آمدم بهش گفتم آقا جان بالاخره خانم شما نماز شروع کرد، این همه ما حدیث گفتیم. گفت نه آقا جان نمیخونه. گفتم بابا آخه مگه میشه این همه حرف زدیم نصیحت کردیم، آخه حرف حسابش چیه؟ گفت چی میگه هر وقت تو خواندی منم بخونم.